شما گفتید که در جریان تمام این حادثه ها شکنجه شدید، لط و کوب شدید. سلامتیتون نازو چطور است؟ بعد از درود و سلام به همه بینندگان رادیو آزادی و شنوندگان. وقتی که من از دوشنبه به آلمان سفر کردم، در پلیس منو پیشواز گرفتن. بعد از این پیشواز من البته آمدم از تشخیص دکتر گذاشتم و تشخیص های من بعد بیشتر از 7-8 تشخیص رو باید گذارم و این تشخیص ها شاید مدت 1 هفته زیادتر دوام کنند. فعلا تشخیص های خون و چند نمود تشخیص های دیگر گذاشته ایستاده ایم. اما شما گفتید که شما رو لط و کوب کردن، زدن، به ناحیه لب زدن، آثاری هم بله، آثارها رو آنها آثارها رو هم آثارهایی که در بدن من بودن، آثارهایی که در لب‌های من بودن، آنها به قید گرفتن. حالا به ما هم نشان داده میتوانید که چی اثر این یک کمی اینجا مانده است. اگر شما دیدتانید این خیلی یعنی لب کفیده بود؟ بله، این بیشتر از 20 روز میشه، ولی با گذشت 20 روز همین آثاری که از شما دیدید همین آثار ماندگی است و آثارهای درونی بودن و دیگر قسم‌های بدن با گذشت 20 روز خوب شدن، ولی باز هم ما توموگرافی میگن، ما از همون رو تشخیص ها رو گذاشتیم. فعلا ما نمیدونیم که جواب دکترها چی است، چون که من مدت 1 هفته با شنیدم از پژوهشگری مسئول حقوق بشر آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ که شما گفتید که وقتی به تاجیکستان رسیده تمام سر و لباستون خون‌آلود بود. این راست است؟ بله، سر و لباس من خون‌آلود بود. این از کرتای من است. این کرتا همون شب و روز با من بود و این خون‌آلودی که شما میبینید این همون کرتایی که همون شب و روزی که من با همین کرتا بودم. چون در اونجا باز اگر در نوارها دیده باشید من یک کرکه دیگر دارم، ولی در عکس نوارهایی که من در خانه یا در رستوران با مهربان و فیض‌الله پیدا میشوند، در آن عکس در بدن من دیگر کرکه است. بله، اون کرکه چون بسیار خون‌آلود بود و کارمندان همون ریاست گفتگوهای جنایی وزارت کارهای داخلی آن را بردن شستند، چون بسیار در اونجا خونه‌های زیاد بود. همون شبی که من در طیاره می آوردن، کارمندان وزارت کارهای داخلی مرا لطکوب میکردن و این خاطر اون همه آثار و همه چیزایی که زیادتر بود هم در بدن بود و یک کمی در لب و این بینی و اینجا بسیار تا 10 روز اول بسیار درمان بود و با گذشت وقت بهتر شد. بیاید حالا برگردیم بار دیگر به آغاز این ماجرای شما که با سفر روسیه شروع شد. هدف شما از سفر به روسیه و ملاقات به گفته شما با مقامات بلندپایه کشور چی بود؟ ببینید، اولا اینکه خود مقامات روسیه خودش میخواست که این سفرها انجام شوند با آنها گفت. من حالا به خلاصه رسیدم که این یک نقشه بود و نقشه را بردن ما از اروپا. یعنی آنها با شما با عنوان یک رهبری گروه مخالف سیاسی تاجیکستان معاشرت میکردن؟ به عنوان کی؟ یعنی شخص تاثیرگذار همچون یک گروه سیاسی، همچون یکی از رهبران گروه های سیاسی آنها مناسبت میکردند و آنها هم میخواستند که در این سفرها ما را محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان همراهی کند، ولی چون که محیدین کبیری با حرفای آنها باور نکرد و نرفت و در دیگر من خواستم که با این سفر کنم، چون برای خودی مردم تاجیکستان بسیار مهم بود، چون در گذشته ما ده ها و صدها حالت‌های داریم که غیر قانونی راهبران مخالفین تاجیک از روسیه یا دزدی کرده میشن یا غیر قانونی به تاجیکستان داده میشدن. یعنی که اگر این همه
هم با این هم نگاه کنیم ما میبینیم که حکومت روسیه با همدستی با حکومت تاجیکستان در سرکوب کردن مخالفین شریک هستند و هدف ما این بود که به حکومت روسیه فهمونیم که این شریکی شما در سرکوب کردن مخالفی تاجیکستان این به امنیت منطقه تاجیکستان به امنیت منطقه آسیای مرکزی میتونه در یک وقت خلل وارد کند چون وضعیت تاجیکستان امروز دارد در یک حالت فساد زده و در یک برهان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفتار است. این نمیتواند که آنها را نادیده گرفته آنها نادیده گیرند و این آورده به یک جنجال های دیگر آورده میرساند. شراف‌الدین شما در نشست در میز گرد هم گفتید که یکی از موضوعهای صحبت شما آمادگی به انتخابات سال 2020 بود و می‌خواستید با مهاجران هم مسئله شرکت آنها در انتخابات را مطرح کنید و مثلا از این چیزا. اما سوالی که در اینجا هست همین است که چرا محض شما و رابطه برقرار کردید با کدام نفرانی که شما نامشون را نگرفتید، شما فقط نام یک مأموری رو گرفتید با نام مکسیم که هیچکس نمیدوند اون کی است و شاید این همون نیکولایف است که همسان رو نقل میکرد از این پیشتر در صحبت با ما نمیدونم. اما چرا شما محض راضی شدید که با آنها در تماس شوید و هدف شما هم هدف نهایی شما هم چی بود؟ مثلا کبیری گفت که نه من با آنها شبهه دارم. چرا شما راضی شدید و آنها کیستن؟ و هدف اساسی ما این بود که باید که در انتخابات سال 2020 دو انتخابات مهم سیاسی در تاجیکستان میگذارد. این انتخابات پارلمانی و انتخابات پرزیدنت تاجیکستان است که بیشتر از 50% انتخاب کنندگان بیرون از تاجیکستانند. آنها از حق‌های سیاسی خود را محروم هستند. ما کوشش میکردیم ما میخواستیم که در روسیه یک دیاسپورای تاجیکا پیدا شود و همه تاجیک‌ها را با هم بیارد آنها از حقوق سیاسی خود دفاع کنند. یعنی که شما می‌خواستید که سازمان خود را اونجا تشکیل بدید؟ البته یعنی حزب سیاسی تشکیل کنید با استفاده از مهاجرای تاجیک یا چی؟ بله ما می‌خواستیم که با مهاجرای تاجیک نزدیک کنیم کار کنیم و مهاجرای تاجیک را فهمونیم که آنها هم حق دارند که در انتخابات اشتراک کنند و آینده خودشون رو با دست خودشون حل کنند. در همین نشست گفتید آنها 3 دفعه آمدن حتی در آلمان چندین بار ملاقات کردند. یعنی منظور شما این است که این تشبث از جانب روسیه به شما پیشنهاد شد یا که این از شما برمی آمد؟ یعنی این تشبث خود روسیه بود. ما هیچ تشبث نشون ندادیم خود آنها آمدند. در کدام سطح با شما گپ می‌زدند؟ در سطح بالاترین بود. این در سطح شورای امنیت روسیه بود. در سطح یعنی پاتروشف با شما صحبت کرد؟ من فعلا اینا گفتن نمیتونم چون با تفتیشات باید که معین کند که کیها در این کار قضیه دست دارند. اما شما شخصا پاتروشف دیدید در جنوب سفر؟ من بسیار کسا رو دیدم و فعلا من نمیتونم نام آنها رو گیرم ولی من گفتم میتونم که تفتیشاتی که در هلند شروع شده است تفتیشات باید که شخصانی که در این جنایت بین‌المللی دست داشتن و حکومت تاجیکستان و شرکت سامان علیه آنها تفتیشات هلند میتواند این اعلام کند چون بعد از تفتیش این مسئله را ما میتونیم بررسی کنیم. سامان‌های امنیتی روسیه با شما واقعی بود و اون برگزار شد و شما از کجا فهمیدین که اینها واقعا کارمند شورای امنیت یا کارمند نهادهای حکومت روسیه هستند؟ آنها در رسانه‌ها هستند. حجت نیست که برای آنها فهمید که آنها کی هستند. آنها در رسانه‌ها هستند معرفی میکنند. نام‌های آنها رو گرفته میتوانید؟ من گفتم که تفتیشات میتواند نام‌های آنها رو میبد گرفت. یعنی خطر احساس میکنید؟ من از جانم خطر ندارم. من میخوام که این مسئله تا سطح بین‌المللی کشیده شود چون این در این جنایت نه تنها من یگانه قربانی بودم که از این جنایت از این حالت بیرون آمدم. باید که آنهایی که سالهای دراز این جنایت را صادر کردند سالهای دراز آنهایی که امروز در زندان ده‌ها انسان‌های هستند که با همین با فکرهای سیاسی داشتند آنها را کنج زندان آنها باید آزاد شوند. من کوشش میکنم که این مسئله تا قضیه‌های دادگاه‌های بین‌المللی کشیده شود و آنهایی که سالهای دراز در پشت اینها بودند آنها باید به جوابگری جنایتی کشیده شوند. نام نیکولایف نقشی همون چی بود در سفر شما به روسیه؟ اون یک شخص بعضی مسائل میده رو حل میکرد. یعنی گفته میتونیم که یا که نقش
технический вопрос чӣ мешавад? масъалаи фанӣ ҳал мо масъалаи фанниро ҳал мекард, он ягон масъалаи калидиро ҳал намекард. Дар инҷо масъалаи калидиро дигар нафарро ҳал мекарданд, ки инро ман баъд аз тафтишот метавонам ошкор кунам бораи васоити ахбори omma. Интизори ҳастанд ки бояд ки тафтишот бисёр санадҳоро санҷад ва инҳо бояд ки ба ои ҳуқуқӣ гиранд ва баъдан онҳо бояд расонӣ шаванд. максим ки буд ин корманди куҷо буд? ин нафарҳо ҳам кормандои фанӣ буданд ки муаррифӣ шуда буданд. корманди фанӣ куҷо? корманди фанӣ бигем метавонем гуфта ки шӯрои амнияти Русия буданд. моҷарои ба истилоҳ аз як даст ба дасти дигар гузаштани шумо шоми 14 феврал шумо бо фикр мекунам бо хаёли осуда аз як мулоқот бо он максиму дигаро бармегаштед ва ногаҳон мошини дигаре пайдо шуд ва шумо ба мошини дигаре аллакай таҳти назорати шадиди амниятӣ гузаштед. вақте ки чӣ гунае ки рӯзи 13 мо суҳбат кардем, гуфтан рӯзи 14 соати 18 максими худаш меояду моро гирифта ба берун аз Москва, яъне ки рафта дар як истироҳатгоҳе бо як шахси мақомдоре аз дастгоҳи президент суҳбат мешавад. мо аз ҳамин ҳотел баромадем, як 15-20 дақиқа ҳаракат кардем ки як мошини минивен омаданд ва онҳо моро максим баромад бо онҳо як 3 дақиқа суҳбат карданд. вақте ки ман гуфтам ки фароед бо онҳо равед, вақте ман бо онҳо савор шудам, аллакай онҳо формаҳои ягона доштанд ва бо онҳо як нафари бо либосҳои пулис Русия буд ва як нафари онҳо худашро маърифӣ кард ки мо аз вазоирати корҳои дохилии Русия ҳастем. ҳама русӣ суҳбат мекард. ҳама русӣ суҳбат мекард, касе дар онҷа тоҷикӣ набуд, ҳама чеҳраҳои русӣ буд, чеҳраҳошон чун боз буд, танҳо дар сар шапкои сиёҳ доштанд, ҳама рус буданд. ва вақте ки ман дар ҳамин мошини минивен шуштам, онҳо ба дасти ман завола заданду ва минбаъд ба даҳони ман скотч печонданд ва мо як соат дар роҳ вақте халтаи пластикӣ мекашиданд ва халтаи пластикиро боз як маротиба скотч карданд ва роҳи нафас барои ман дар инҷа боз карданд ва минбаъд мо як соат бо ин минивен мерафтем. ман эҳсос мекардам ки шояд бо ин амале ки ҳамчуне ки маро пӯшондану скотч карданд, чун ҳолати дастгирӣ кунӣ як ҳолатҳои дигарро дар бар мегирад, чун дар он агар шахсро дастгир кунанд бояд ки пешниҳод кунанд бо кадом сабаб шумо дастгир мекунед, яке ҳуҷҷатгузорӣ бояд шавад, бояд ки яъне шумо омода будед дар зеҳнатон ки ҳамин ҳолат мешавад? ман видеое ки гузошта рафтам, ин омодагии ман дар 3 ҳолат буд. омодагии ман дар ҳолати дуздӣ, омодагии ман дар ҳолати куштан, омодагии ман дар ҳолати гум шудан. шумо наметарсидед ки не, ман умуман наметарсидам. шуморо мекушанд ё не, ман аслан аз ин наметарсидам, ба хотире ки ман пешаки вақте ки сабт кардам видеое ки пеш аз сафарам, ман аллакай омода будам ки шояд ҳамин ҳолат рух диҳад, чун таҷрибаи Русияро ҳамаи мо тоҷикҳо дорем. به این خاطر این حالت برای من معین و مشخص بود که این حالت رخ میده و تنها من فکر میکردم که شاید مرا برگام جنگلزار برده میکشند یا که بازپرسی میکنن بعدا میکشند. این بود اول فکری اولی من. وقتی که من رو با مینیون دوم سپاریدند و بعدا ما نیم ساعت رفتیم و تا اون لحظه ای که نشنیدم که من در نزد فرودگاه هستم و با باوری رسیدم که نه من رو نمیکشند و بلکه من رو به دوشنبه روان میکنن. یعنی که شما این رو از صحبت اون نفران فهمیدید؟ نه، من از صحبت نه، تنها از صدایی که در نزد فرودگاه ما ایستادیم و صدای هواپیما میشنیدم، صدای فرودگاه رو میشنیدم و بعدا به خود فهمیدم که اینها مرا کشتنی نه بلکه باید دوشنبه روان کردنی هستند. یعنی تمام همین مدت چشم و دهان شما بسته بود، شما چیزی رو نمیدیدید؟ نه، وقتی که من صدای فرودگاه رو میشنیدم کوشش کردم که با انگشتانم همون خلطه پلاستیکی و اسکوچی که در دهان من بسته بودن من این رو کندم و با اونها پیام رساندم. من گفتم با همون نفری که نامی همون نفر رو گرفتم و گفتم با اون نفر رسانید که من این حالت دزدیدشون رو پیش بینی کرده بودم،
чун агар ки маро ба тоҷикистон фиристед ин қазияи байналмилалӣ мешавад, чун ҳамаи ҳолатҳо ва бисёр сабтҳо ман дорам ки чӣ гуна маро даъват кардед, ман дигар сабтҳои дигар дорам ки ин исбот мекунад ва шуморо ба як қазияи байналмилалӣ мекашад. اون نفره که شما گفتید به آنها бубахшед ман дар کی است؟ вақт ин нафаро вақте ки ман инро боз кардам ва чашмонам дигар боз шуд, вақте ки дидам ман дар байни ҳамин минивен, мошини минивен нишаста будам, вақте ки як нафар афсар мехест, ман дида будам ки бо нишонаи фсб навишта буд ва дигар рӯйҳояшон бо румолчаҳое ки ҳамун фсб дорад ҳамон буд ва ман фаҳмидам ки ман аллакай дар дасти мақомоти фсб қарор дорам. یعنی در تمام همین مدت وقتی شما رو از یک جا به جای دیگر میبردن هیچ مسئله این که شما در فلان چیز گناهگار هستید، شما در جستجو هستید، این است سندی مثلا استرداد شما به تاجیکستان بر اساس این سندی حقوقی شما باید که به تاجیکستان برده شد، این گونه گپ‌ها نبود؟ نه، شما ببینید از اول تا آخر جریان این یک 5 ساعت 5.5 ساعت طول کشید و هیچ کس مرا نگفت که شما برای چی دستگیر شدید، شما کجا میبریم، شما هیچ چیز مرا به من نفهموندن و مثل هیچ چیز داد گفته میتوانستید؟ نه، وقتی که من وارد هواپیما شدم من نمیدونستم در کدام قسمتی هواپیما جایگیر شدم پیش از همه. وقتی که من در کرسی نشاندم بعدا صدای کودکان می آمدن، وقتی که من شنیدم که با زبان تاجیکی صحبت میکنن در داخل هواپیما صدا می آمد به گوش من فهمیدم که در داخل کدام هواپیمای تاجیکی هستم ولی دقیقا نمیدونستم بخود و در همین حالت دست من بسته بود. باز همون پاکت دوباره من رو وقتی که دراندم و صدا بلند کرده بودم باز همین دراندم و این دفعه کوشش کردم دراندم، دیدم که در داخل هواپیما هستم و در همین قسمت پیشی بیزنس کلاس هستم. تنها هستید؟ با دو کارمندی تخانه همون جا پیدا شدیم، بعدا اونها کجا رو معرفی کردم، بعدا معرفی شدن ولی تا اون دوره معرفی نبودن برای من. اونا با لباس نظامی بودن یا لباس ملکی؟ با لباس ملکی بودن در داخل طیاره. وقتی که من اینا کندم و داد میزدم میگفتم که من شرافالدین گدایف هستم، من رو از شهر مسکو دزدیدن و خواهش میکنم که با رسانه ها رسانید، با شبکه فیسبوک رسانید که من دزدیده شده ام. از خواهش میکردم از اونا. همین دوره بود که شروع میکردن با لاتوکوب کردن من. یعنی که صدای شما با اون خاطر بود که مسافران هواپیما شما رو بشنون؟ بله بشنون و از قضیه دزدی شدن من در رسانه ها پیدا شد که من دزدیده شده هستم. اما شما حس میکردید که شما رو میشنوند؟ بله، چون من وقتی که این باز کردم و دیدم که در داخل طیاره شرکت سامان ایر هستم و میخواستم که طرفی مردم حرکت کنم و گرچنده که 2 نفر بودن آنها نمیتوانستن پورا مرا اداره کنند و دارن، من کوشش میکردم هرچند که آنها مرا میزدن و با تمام کوششایم من میخواستم که با جمع مردم روم که مردم ببینند که کی را دزدیده ایستادن. با کجا میزدن شما رو؟ مرا هم در سرم میزدن، در همه جا میزدن و در این حالت از داخل جای مسافرای عمومی یک نفر اومد که اینها مرا از پشتم می‌داشتن و اون نفر اومد از موی‌هایم گرفت که این کارمند شرکت سامان ایر بود. با لباس هواپیما بعدا مرا در زمین در راهروی همین خوابوندن و از همین موهایم میگرفت در همون فرش هواپیما میزد و دیگرش باشد کوشش میکرد دهان مرا دارد که تا اینکه مردمی که در اونجا هستند از من نشنوند.